سلام به همه فارسی زبان ها، سلام به تاجیکستان. چطورین بچه؟ خوش اومدید به چنل خودتون. من اومدم با شون امسی. مثل همیشه میدونم شون امسی خیلی خفنه. این موزیک هم موزیک جدیدشه، بهم خیلی پیشنهاد دادین و مطمئنم تو فاز عشق عاشقی و این داستانه. خیلی سریع چند تا نکته رو بگم و بریم سراغ ویدیو. اینجا آیدی اینستاگرام هم میاد، فالو کنید حتما بچه‌ها. این قسمت میاد بهم پیام بدین، حرف میزنیم با هم دیگه، حالا لینک بفرستین و اینا. اینجا هم یه ویدیو الان ظاهر میشه. این ویدیو همون مثل همیشه یه تیکه از ویدیوهای ریاکشن هم شما تو اینستاتون تو استوری میذارین، منو تگ میکنین، منم اد استوری میکنم. حرکت باحالیه. یا ویدیو میاد دقیقا مثل همین انجام بدین، ممنونتونم. و اینجا هم که آیدی اینستام که رفت، الان فکر کنم اینجا چیز چنل هم میاد، لایک کامنت سابسکرایب. اگه دوست داشتین حتما واسه حمایت از من سابسکرایب کنید، لایک و کامنت و اینا. پرچم اتحاد یادتون نره. ایران، افغانستان، تاجیکستان و همه فارسی زبانا بنویسین، اتحاد پین میکنم دیگه. وقتم هدر ندیم. خیلی بی صبرانه منتظرم که ببینم شون امسی توی این موزیک جدیدش، موزیک ویدیو نیست موزیکه، توی این موزیک جدیدش چه کرده. بریم سراغ ویدیو. برو بریم. اوه، چهره‌ش هم تغییر کرده. من دیگه مطمئنم که این خانومی که اینجا تو عکس هست توی موزیک نیستش، فقط بخواد اینو نشون بده که عشق عاشقی و این داستانا. موزیک 3 دقیقه و 28 ثانیه است. بریم ادامش. آها راستی شون امسی اسم موزیک به تاجیکی نوشته شده و من نمیتونم بخونم، به لاتین انگلیسی ننوشته شده، واسه همین شما اسم موزیک رو واسه من تو کامنت بنویسین. بریم ادامش. من اینجوری دارم آب میخورم اینا، از سر کار برگشتم، دستام هم کثیف و اینا، من وقت نکردم برم سمت روشی و اینا، فقط اومدم ویدیو بگیرم، به ادیت و اینا رو خودم میزنم دیگه، واسه همینه دیگه. دیگه سیاه و سوخته شدم، واسه همینه. اگر موهای زرد تیلو رنگ بگرده، اگر موهای فریبورز رکوردز. خب پس مرکز رکوردش هم میشه، مرکز رکوردش فریبورز استدیوش. اگر موهای زرد طلایی بگرده، هر قدمت صد بچه در جنگ بگرده، اگر هر نفسم قطید بوی بانگ بگرده، دنیا ده یک زن بمونی دیگه در کارم نستی، اگر به حسن جمال. داره قشنگ میگه تو بدون تو هیچ اصلا. و اینجا هم شون امسی داره قشنگ با اون صداش دوباره منو مجذوبش صداش میکنه، از اون ورم قیافش چقدر تغییر کرده، ریش و اینا بهش میاد. هور بگردی اگر به نظم نولان، ای راهی دور بگردی اگر پشیمان دبری رو به عشق شور بگردی، نکلینی بستی اگر دیگه در کارم نستی، اگر بگن در دنیا یک زن. میگم یه بعد جای پاز دادم، خواستم اینجا میگم این توی این موزیک نمیدونم چرا بیشتر دارم متوجه میشم نسبت به موزیکای قبلش، کلماتشو بیشتر دارم متوجه میشم. میگی اصلا کلا اینه که هر چقدر زیبا هستی کلا، یا هر چی خلاصه فرشته هم هستی دیگه به کار من نمیای، من عاشقت دیگه نیستم. او من اشتباه اول فهمیده بودم، اینش درسته. واو مرد شکست عشقیه. اگر که در تابستان شمالی نرم گردی، اگر که در زمستان آتش نستی، اون در کارام نیستی میشه بیتش کلمش چی میگن، همش همونو میگن دیگه، هر چی باشه دیگه در کارم نیستی. تازه گفتم دارم متوجه میشم، اینا رو هیچ کدومش متوجه نشدم واقعا. چهره زیبا موی زرد چشمای کبود، چو فرشته چهره داری چو شیطان عمل عقل اینا رو دارم متوجه میشم، چو فرشته چهره داری
هم الان از اینجا به بعدش یه سری چیزا رو میفهمم، یه سری چیزا رو نمیفهمم، چون اینو باید بفهمم، مفهومیه، مثل ترک وطن، اینا مفهومی هن. حالا امروز کلا دارم رو شکست عشقی ریاکشن میرم، نمیدونستم. شما حتما بنویسین ها. اصلا از یه دقیقه و 30 ثانیه تا 2 دقیقه هیچ کدوم متوجه نشدم، تک و توک متوجه شدم. اینو بریم تو کامنت بنویسین چی راجع به چی داشت میگفت. دم آهنگسازش گرم، چقدر این تیکش خفن بود. کاش همیشه مثل 1 دقیقه و نیم اول بود. بذارین یه کاری بکنم، حسشو بذار بگیرم، اینجوری بهتر. حسش خیلی چیزا رو میفهمونه، مثل همیشه. مثلا نمیدونم عکس امینم الان معلومه یا نه. من از بچگی موزیکای امینمو باهاش بزرگ شدم، خیلی دوستش دارم، واسه همین از نمیفهمم چی میگه حسشو میگرفتم. حسم هیچ موقع دروغ نمیگه. الان مثلا حسم میگه که شما عاشق این موزیکین و امیدوارم که این حسم درست بگه. من احساس میکنم که از این ریاکشن من خوشتون میاد، قشنگ حمایت هم میکنید، قشنگ انرژی میگیرم. این سوختگی من زیر آفتاب، همه این کار کردن ها من دور میشه و چه حس خوبی داره این که میبینم حمایت میشم، لایک میکنین، کامنت میذارین، سابسکرایب میکنین. واقعا اینا واسه من که تولید محتوا میکنم خیلی حس خوبیه. اگه این کار کنید اینجا این اسکرین اومده که شون لایف اسم چنلشه. راستی لینک اصلی این موزیکم توی چنلم گذاشتم، لینکشو از اونجا میتونید موزیک کاملی گوش بدین. اینم که اند اسکرینه و در کل در کار شون ام سی دیگه نیستش. اینه داشتم صحبت میکردم دیروز یا پیروز بود، راجب این ترانه ازش پرسیدم، کامل تکست از شون ام سیه مثل همیشه و ترانه که از خودش نیست، احتمالاً از فریبرز رکورد بود و کاری ندارم که حالا کی از چیه. خواستم بگم که این شعر قشنگ و زیباش خود شون ام سیه و دم همتون گرم تیم که پشت هم موندین و یه همچین موزیکی خفنی و بیرون دادید و من خیلی حسابی حال کردم. هم بریم چند ثانیه آخرشو. اما دقیقا 3 دقیقه و 28 ثانیه فوق‌العاده بود. حتی شون ام سی لاوش هم قشنگه، راجب عشق هم دردناک میخونه، راجب همه چیز دردناک میخونه کلا شون ام سی.
رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو همراهیم کردین. تاجیکستان به پیش، فارسی زبانا به پیش. اتحاد ما همیشگیه و ادامه داره و ما فرقی نداره کجای این دنیا باشیم، وقتی فارسی صحبت کنیم، وقتی فرهنگ فارسی رو پاس بداریم، اون موقع است که ما تو دل هم دیگه ایم. مهم نیست مکان، فقط به اون است، ما تو دل هم دیگه ایم. بچه‌ها دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی بدرود.